دوستان خوش آمدین. هم آغاز راند اول و مبارزه واحدالله نژند در مقابل حریف است از کشور جمهوری چک. و حالا به سمت چپ حریف واحدالله نژند که 27 سال سن داره در مقابل واحدالله نژند قرار گرفته امروز و قرار است با واحدالله نژند مبارزه بکنه. ماندانگی که بازیکن یا مبارزه قوی هست، چی در گراوند گیم چی در ایستاده، در هر دو. و بازی تا لحظات آغاز خواهد، تا لحظات بعد، تا چند دقیقه دیگر. و به سمت راست واحدالله نژند که یکی از فایتران خوب ما هست و رکورد خوبی هم داره، البته نسبت به حریفش کم پخشتر است، خیلی کم، فقط 5 و یا 4 سانتی، ولی فایتر سرسختی است واحدالله نژند که همیشه خوب درخشیده. و تا لحظه بعد مبارزه آغاز خواهد شد، ببینیم که نتیجه این مبارزه چی خواهد بود. بله، مبارزه آغاز میشه و داور دعوت میکنه از دو مبارز تا سخنهای داور گوش بکنه و آنچه که ممنوع است را انجام ندن و به جاهای ممنوع است ضربه نزنن. حالا مبارزه آغاز میشه. امیدوار هستیم واحدالله نژند بتوانه حریفش را شکست بده و پیروزی را از آن خودش بسازه و لبخند را به لبان هموطنای ما بیاره. واحدالله نژند ضربه از حریف واحدالله نژند، یک لگد بود. واحدالله نژند حمله میکنه، بسیار عالی، مشت‌های قوی به سر و صورت حریفش وارد میکنه و حالا هم دیگه چسبیدن هر دو و هر دو کوشش دارن که موقعیت خوبی را به دست بگیرن تا باشه که حریف را بر زمین ببرن و یا هم چی در استاده نمره از حریف به دست بیارن و بتوانن که خودش را پیروز اعلام بکنه. هر دو کوشش داره، این کوشش را هر دو جانب میکنه و نگفته نباید گذاشت که حریف واحدالله نژند هم واقعا مبارزه قوی هست که چی در گراوند گیم و چی در استاده خیلی خوب فایت میکنه. ولی در مقابل واحدالله نژند سنگخور افغانستان، چنانه که خودش لقب گذاشته به خودش، در مقابل این حریف قرار گرفته. بله تیک داون میکنه حریف خود را واحدالله نژند. بله حالا در بالای سر او قرار میگیره. امیدوار هستم که اینجا دیگه نگذاره که حریفش بلند شوه. قسمی که به نظر میرسه واحدالله نژند تا فعلا بالای حریفش تسلط کامل داره. بله بسیار در موقعیت خوبی قرار میگیره واحدالله نژند. بله ضربه به سر و صورت حریف وارد میکنه. حریف کوشش به بلند شدن میکنه ولی واحدالله نژند اجازه نمیده. بله اینجا سب میشن گرفته واحدالله نژند، اگر ولی درست بسته نشده هنوز، چون دست راست خودش را هنوز بسته نکرده با دست چپش، ولی امیدوار هستم که این کار را بکنه و بازی را به نفع ما تمام بکنه و پیروز میدان شناخته شود. بسیار عالی، بسیار هم زیبا کار میکنه واحدالله نژند و حریفش کوشش داره که خودش را از این موقعیتی که قرار گرفته بیرون بیاره. بسیار عالی. بله واحدالله نژند باز هم ضربه آرنج به صورت حریفش وارد میکنه و اینجا دوباره میبنده واحدالله نژند. حرکت آرم گرفته و فکر کنم که تمام. بله واحدالله نژند پیروز شد و پیروزی از آن واحدالله نژند شد. ما پیروز شدیم، خیلی هم عالی. و فقط زیر 1 دقیقه مبارزه خودش تمام میکنه و به نفع خودش، به نفع افغانستان. مبارک باد، مبارک به همه افغان ها و ببینین که چه پیروزی نصیب میشه برای واحدالله نژند. خیلی هم زود، پیروزی خیلی سرعتی. واحدالله نژند اینجا دیگه خیلی احساساتی شده و به سر صورتش میکوبه، ولی واقعا لذت بردیم. واقعا فایت عالی اجرا کرد، انجام داد واحدالله نژند و خیلی عالی بود، واقعا خیلی عالی بود. و بیرق سه‌رنگ کشور را همچنان به بالای شانه هایش می افرازه و نشان میده که افغان هست و از افغانستان است.
خیلی هم زیبا، خیلی عالی، فایت فوق العاده و کاملا واضح و آشکار بود که واحد الله نژند خیلی آمادگی داشت، چون در حالی که حریفش خیلی یک مبارز قوی بود که همه این را میدانستند و کس تصور نمیکرد، چه داخل سازمان چه بیرون از سازمان چه در رسانه ها، در همه جا میبینید دوستا واحد نژند که پایکوبی داره. چند لحظه پایکوبی داشت واحد نژند و هیچ کسی باور نمیکرد. ببینیم که چه ضرباتی به روی حریف وارد کرد و بعد او حریف را و سبمیشن آورد، سبمیشن گرفت اینجا و بعدش کار را با همین سبمیشن تمام کرد. البته بار اول حریف خودش را نجات داد ولی چون سبمیشن درست بسته نشده بود، ولی بار دوم دیگه از دستان واحد نژند خلاصی نداشت و نتوانست خودش را خلاص بکنه. دوستان عزیز، این هم نتیجه که در راوند اول واضح و آشکار بود که واحد نژند تا سبمیشن حریفش را تسلیم کرد و پیروز هست و قرار دستش بالا شد توسط داور میدان و بله نتیجه واضح بود. مبارک باز هم به تمام افغان ها، هر جا باشید شاد و خرم و کامگار باشید. شمس اسپورت را فراموش نکنید.